خوش اومدید به ویدیوی زیبایی. بنده میکاپ آرتیست خانم هیوا گرل هستم. قراره که عروس خانم رو تحویل بدیم. عروس خانم حرفی واسه گفتن نداری؟ حرف بزن. هل فقط کل صورتش اینه که هلپ. خب بچه قراره که باربیش کنم امروز. باربی زیبا، جذاب، صورتی، طلایی. با ما همراه باشید. همین حرف بزن. میتونی از خودت دفاع کنی یعنی میشه حرف بزنی؟ بابا دوستان عزیز قلبان بمرده. من باربی بودم دیگه، الان دیگه نباید صحبت کنم که چطور به چه عمل داشت. آبرو ما رو داره میبره. الان چه وضعی بعد از 6 سال اصلا نمیخوام قیافه خودتو ببینه. 6 سال کانتنت کریتور بودن الان تو میخوای باربی جا رو نگاه کن حرف بزن. الان باربی چجوره؟ یعنی چوکاره صورتیشی یعنی چی قرار صورتیشی؟ بدون هیچ این همه وقت بلک بودم، پاور داشتم، یک قدرتی ما رو ونوم باز گرفته. حداقل ما رو آرایش بلک کن، شبیه ونوم کن حداقل. اینجوری بیشتر بیه موقع سوراخ تو صورتی. بچه بریم سراغ ویدیو. بابا یعنی چی؟ نمیخوام من صورتی کنی الان. نگاه نکن چون جزء قوانین ویدیو نیست، یعنی باید آخر ویدیو ببینی خودتو نگاه نکن دیگه. قول بده اینجوری میتونی آرایشم کنیم؟ چه عروس رو مخی هستی. عروسی دیگه. یعنی چی عروس مان کردی؟ عروس بری چی میگی؟ باز چرا خودتو نگاه میکنی؟ یعنی چی؟ وایس میخوام ببینم تو کادر یعنی هم میخوام زحمت چون میکشم پایین تو هم نبینی حتی. یعنی چی میکشم پایین تو هم نبینی؟ ریخی الان هزینه مراقبتای پوستی ما رو کی میده بعدش؟ که حتی اون کریم بود رضایت نداره بیاد رو پوستا. میدونه که چه آشغالیه. قبل قدر پوست منو بشور که آرایش صورت من بشینه خانم. مگه عروسی حالا جدی گرفتی؟ ای بابا ما why are you gay؟ مثلا کمتر کریم. گی کردیم ما رو، عروس کردیم ما رو. فقط منو نگاه کن. میخوام قشنگ آرایشت کنم. دماغم میخوانه. واقعا میخوام باربیت کنم. از این باربیایی که خیلی وقت میذاری براش. اونو نکنی تو چشم تو خدای کم یواشتر. خدا حواسم هست والا. با اینا یا کور میشم یا گوگای. چشاتو اصلا باز نکن. میخوام. چشاتو عالی شدی خانومم. کاش که میتونست خودشو ببینه. حرکت نکن دردناک آرایش شد. دوستان عزیز قلبان بگای بی خدا این آجی اینجوری میکشی. وای همین تکون نخور. مگه گربه چنگاتو کردی تو گوشت من؟ خیلی تکون میخوریم. تکون نخور. فقط میخوام تو رو آرمی کنم و یکی از آرزوام برسم چون خودم نمیتونم اگر بیشتر خالش بکنم. دهنت رو ببندی خانومم. چون نمیتونی خودت آرایش کنی دهن من بکنی. دقیقا با کن سرت رو لطفا چشاتون رو باز نکنید خانومم. یه تو چشت کور میشی خدای نکرده. بابا اینقدر خطرناکه لوازم آرایش میدونستن. جوری که پسرها از لوازم آرایش میترس هیچ ترسی نداره بچه. پسرها دخترها اینجوری که تو فشار میدی و اصلا فشار نمیدم. واقعا آرایشگر خوب نیستی. بیا با یکم با دست بمانم. هر چی به ما دیده بودی که الان دیگه میره که نه دیگه یواش دیگه چیش جل برداری مردی. اللهم صل علی محمد و زور داره آجی. آروماش پسرم. اوکی الله پسرم این بده یاره چی داری میگی؟ من حواسم از کورت نگه چیگار کردی؟ یکم زیادی براش روشنه. یه ذره برد کانسیلر بزنم. کانسیلر چیه؟ کانسیلر چیزیه که چشم سفید. حتی خودشم نمیدونم ولی بچه کرم پودر میبلینه بعد رنگ 323 بود فکر میکنم. باشه این هم که لوراله. من فقط از مارک استفاده میکنم. بیا قد افتادم یار کلر اینجوری نگیر. تکون میکنی کلر حتی سری کور بشه کلت چیز بشه. تکون نخور خانوم. من آرایشگر اعصاب ندارم. برای که دماغ کوچولتر شه اینقدر اینا میزنه. من ترجیح میدم آخر این ماجرا رو دیگه لذت بخش جلوه بدم برای خودم و بخوابم. فکر می‌کنم یکی داره مثلا ماساژ میده صورتم. واقعا نیاز داری فکر کنی.
خیلی بچه تا الان خوشگل شد نه؟ اگه چشای من رو کور نکنی ادیتور تو بگو نظرت. خدا وکیلی تا الان هیچ کار نکرده بگم خوبه یا بد، ولی تا الان که من دارم میبینم بد نشده، خوب چیزیه. جونتا رو چشم میکوبی چرا تو؟ باشه آروم طوری بابا همه آرایش کردن. خب بابا همه آرایش کردم، من چیکار کنم؟ من آرایش کردم دور سیاه. همین بالا رو میشه نگاه کنی خانومم. آفرین چه پسر خوبی، چه داف خوبی. خیلی خوشگل شد بچه‌نم. همه جا تو دستتون صلوات میفرستم که ابروهاش بچه چون خیلی پرپشت اصلا لازم به مداد ابرو نیست، دیفالت زیباست. ببین خط چشتو میخوام خیلی خوب بزنم. اصلا تکون تخصص خط چشتو کلا یه چیزی رو خیلی خوب میکشی. بی تربیت. خب جدی فقط خط چش میکشی خوبه این برات. زیبایی خودت رو قبول داره و آرایش نمی‌کنی. واقعا من آرایش نمی‌کنم. آرایش کردم واقعا کار اضافی کردم. خواستم رژ لب بزنم اول کار، ولی خب ببین خط چشش خوب بشه همه چیز آرایش قشنگ میشه. خط چشم لیدو دیپ لاینر. من بچه اگه دخترین اصلا اینو نخرین با اینکه نزدیک 400 تومن نزدیک 400 تومن قیمتشه، ولی گوه به دردم. هر یه نفر همین یه چوسه 400,000 تومن قیمتشه دیگه. واقعا در این صنعت کلاهبرداری بیش وجود نداره. بیا خط چش یکم بیا جلوتر. تو رو خدا سر خط چش تکون نخور. بیا جلوتر لطفا. نمیتونم. صندلی آخه زشت میشی. من میخوام یه باربی خوشگل تحویلت بدم به کن. هلو باربی. بچه اینجا خیلی با دقت. ببین بچه‌ها واسه خط چش آموزش آرایش مگه؟ ببین حرف زدی خراب شد. چقدر حرف میزنی تو؟ پاک میشه؟ نه نمیشه. 24 ساعت هستم. آرایش عروس. بچه‌ها خلاصه هر عروسی چیزی داری بیارید پیش خودم. واقعا I'm best in my. دوستان عزیز عروستون رو به 100 تومن بیشتر نمیگیرم. این سایه‌شو نزدم. سایه عروس هموز خیلی بی‌ادبی عروس خانم. شوهرت بهت ادب یاد نداده؟ شوورم تکون نخور اینجا. یاره شوور کرده ما این ساکت باش. شوور ما رو بیاره ما شوور ما بخواه ساکت میزنم تا عروس بیبی شد. بچه خیلی عروس روماخیه. واسه تنها کسی که به جز خودم خط چش زدم توی. خدایی کی میتونه اینقدر صاف خط چش؟ لامصب اصل میده. Oh my god you are so beautiful boy. Oh my god. بچه پارت دوش هم اگه دیدم خیلی ویو خورد. ویو برای شما حمید و تارزان. ببینم عروسه که خیلی شب بازی باشه. چقدر آرایش یه پسر حال بده جدی. الان میدونی ما چقدر میکاپ آرتیست پسر داریم؟ میدونستی؟ بله همشون قابل احترام هستن. درسته. خب بچه میخوام برای سایه صورتی بزنم. چشات رو ببر. خراقبت ما رو اینم مارک میس لاراست. چشات رو ببر. لارا جون خیلی خوشگله. گوگلی مگولی تو خدا میره تو چشتا. این واقعا کول میکنه. خیلی زیبا شد سایت. اصلا پرفکت. عالی شدی خانومم. عالی. Best in the world you are. خیلی من خوبم تو آرایش بچه‌ها. خانومم کانسیلر ما بیشتر بزن. کانسیلر تو خیلی سیاهی. کانسیلر به چشم نمیشینه. بلکم من. بچه‌ها به خدا رفت تو چشم. به خدا رفت تو چشم. اصلا مهم نیست بره تو چشم. خب یعنی چی مهم نیست بره تو چشم؟ بزن تو چشم. نه خب میسوزه. بسوزه. یعنی چی بسوزه؟ این چه وضعیه؟ کمک علامت کمک چجوری؟ واسه help me I am in danger. ولی واقعا ضرر نداره برات. اصلا دارم نورمال آرایشت میکنم. خیلی خوشگل شدی خانومم. خدا تمی سوسکه. خدای بچه دختر بودین نمیگه پسر بودین نمیگرفتینه. دیگه حالا تصور کنن من دخترم. خب بچه ها میخوام براشون شاین دار آرایش بکنم. I'm like diamond. آره میخوام شاین بشی بری تو موها. I'm like in the diamond. یه ذره برات میزنم خانوم ولی خیلی گرونه. الکی حروم میشه. دیگه همسر کانتنت خودت هم هزینه نکنی. شوخی کردم. این نگفتم آرکشو. این کارتیه. کارتیره. این صورتی تو پاک کنم ببین. خدا دمو
شاین داشته باشه خیلی خوبه. این واسه جذب شوهر خیلی خوبه دماغ شاین دار. همیشه یاد باشه میخوای مخ بزنی دماغتو شاین دار کن. عکس من رو به ددیای پولدار شوگر ددی گایز. شوگر ددی میخوای؟ والا دوست داری آرایشت شاین تر باشه؟ من هیچ علاقه ای نسبت به هیچ آرایشی ندارم دیگه. شما الان هرمون رو دست خود بدن. ببین زیبایی در جذابیته. ابروهاتو میخوای صورتی کنم؟ ابروام دیگه والا دیگه چی بگم ریش و قیچی دست شماست دیگه. بچه‌ها میخوام براش روش روش بزنم. قرمز نزن دیگه صورتی بعد بزنی. صورتی ندارم. یعنی چی باربی میخوای ما رو درست کنی؟ باربی ها مگه روش صورتی نمیزنن؟ صورتی میزنن. یا روش نزن تو. استریم هم زدیم اما یواش. خیلی شوخه. خیلی زشته اصلا. قشنگ درد نداره. قشنگ نیست. هیچ چیزی صورتی باشه حداقل. یه دونه دارم. مگه نمیخوای آرایش؟ بچه یه دونه دارم شاین داره ولی خیلی خوشگله. بیا این شاین دار برات بزنم. بنفشه. اوف خانومم شاین دار دوست داره شوهرتون. براتون به من گفته بود شاین دار باشه. اوف. خب برای اینکه من رژ لب صورتی ندارم یکم سایه رو هم من بچه اصلا رژ لب ندارم. ببینید فقط قرمز دارم. اونم هیچ وقت استفاده نکردم. ما عالی شد جدی. بست. ببین پرفکتو. اسکوزی ما. خب بچه‌ها میخوام براشون تینت بزنم. واقعا تینت رو خیلی دوست دارم. من تینت خیلی زیاد استفاده میکنم. تینت چیز آبکی کره‌ای‌ها میزنن. کجاشون میزنن؟ به لپاشون و یواش اینجوری بده کنم. خیلی مهمه این حرکت ها واسه تینت. خیلی مهمه. بچه‌ها تینت رو باید سریع پیدا کنم. بوی آلبالو میده. زیاد نزدم که زشت نشی خانوم. جدی همین داف شد. خدا اکبری داف الدری. میخوای آرایشتو ببینی؟ نه الان من خودم نمیخوام. الان دیگه واقعا تمام دیگه. یعنی در بهترین شرایط من آرایش که ترتمیز موازی قشنگ. بچه‌ها خیلی موازیه درسته؟ چون احساس میکنم که خیلی صورتی و خوب شدی. افتضاح انجام دادی. صورتی قشنگ خیلی خوبی. فقط اینجا شاین نداره رو مخ منه واقعا. والله من فقط احساس میکنم مالیدی. اصلا مالیدنی نیست. ببین شاین نداری. شاین باید بدرخشی. باید پوستت اینجا همش شان باید اینجا چی شد الان موچ ببین اینجا تو ابروات باید بدرخشه. You are sunshine. این چیه؟ این مداد لیچیکه. ابروه؟ نه نقطه‌ایه. مداد چیه خب؟ چشم نشون نمیده. گوشه چشم میزنن. اینجای دماغم میزنن که دماغتون نمیتونم درست کنم خانومم. خب بلد نیستی شو. اتو من با یک شستک خب یه شستک میزنم لباس شرقه میکنه. الان شستک زدم. شستک چون نمیشه خود شستک بزن. نه با دست. بچه‌ها عروس خوشگلمون باربی خوشگلمون آماده است برای دامادش. دامادتم حالا من داماد حالا میشه نداشته باشه. من دامادتم دیگه عزیزم. داماد من هم میکاپ آرتیستتم هم دامادتم. چیزی نمیخوای بگی به عنوان باربی؟ دارم تو آینه نصف یه جورایی خودم میبینم. واسه عینک بزنم بیار خودم. خیلی خوب شد. چت نشد. باربی صورتی تحویل دادم. بعد عینک تو برداری. نگاه کن خانومم چقدر خوشگل صورتی شدی. چقدر از من زیباتر شدی. بچه‌ها به همین چند میدین به عنوان باربی. I'm a Barbie girl in a harami world. اوجی کشم خیلی عالی شدی. سمی آخه موش خیلی بهش میاد. حرفی نداری؟ مرسی از این که این ویدیو وقاحت بار اگه به چند تا لایک برسه شبیه کایلی جنر. بابا کایلی جنر دیگه چه سمیه. قدرت الله گرگه این کامنت آبروی گرگ مگر از سر راه آمده. لباس صورتی بر تن ما کرده ای. ما را ایجور آرایش و زینت کرده ای. بچه مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. خیلی تا فردا غر میزن. مراقب خودتون باشین. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. وایس اینو در بیاریم بچه‌ها ببینن. ادامه داره بچه وایس. واقعا زیبا شدی. میخوره وقتی یه پسر رو آرایش خوشش اومد. چرا این ابرو من این موجام به خاطر اینه که شاین داشته. خیلی باربی خوشگل. لنز شاین بعد میذاشتم. دلت نخواد. خواهدی لایک کامنت سابسکرایب بتون نری. چی وضعیه؟ خدافظ. آقا
اینم یادم رفت من بگم تلافی به راهه اینجور ندارم برار گفتم اگه این ویدیو رو 500 تا کامنت بذارید تو چنل من میام با آرایشش میکنم به یک صورتی که نگاه کنین چون باریکلا باشه میکشمش ندارم. میکشمش